بله چشم آقای مدیر، حتما امروز توجیهش میکنم. چشم. این پسر دست نخونه دیو کجاست؟ زنگ بزنید بگید بیاد خونه، کارش دارم. تو زندگیم اینقدر تحقیر نشده بودم. زمان ما برف میبرید تا اینجا، تو کولک میرفتیم مدرسه. میدونی چند تا هم کلاسی ما از دست دادم؟ چند تا؟ تعدادش محدود بود، یکی بود فکر کنم. زمان ما 4 تا داداش بودیم، توی اتاق درس میخوندیم. خانم تو چرا هی دفاع میکنی ازش؟ اینقدر بهش پنیر دادی اینجوری شده. من گفتم پنیر با گردو بهش بده واسه مغز معیوبش خوبه. من بازنشستم واسه من کسر شأن یک پسر کودنی مثل تو داشته باشم. پسر آقای احمدی رو دیدی؟ تا نشده یک بار از مدرسه به آقای احمدی زنگ بزنن. میگن دیدن جلو راه سر مدرسه خونه دخترونه زشت. این کارا مزاحم نوامیس نشو. این صفر چیه گرفتی؟ اون از 10 نمره است. آره 6 5 30 تا میشه دیگه. دخترم 30 تا میشه. آفرین دخترگونم. با 30 تا میشه. من شهریور تو اون گرما میرفتم امتحان میدادم. تجدید داشتی؟ زمان ما تابستونم مدرسه بود. بابا پول میدی؟ پول از چیته؟ کمک به مدرسه. کم کن این چیزا رو جلو من نگو. بحث اقتصاد جلو من نکن، من قلبم ضعیفه. نه پارش کن برو اونور. ایکس را پیدا کنید. بیا. چقدر ایکس پیدا کردی پسرم؟ 4 تا ایکس. اون انه چیه اون وسط؟ آقای هاشمی چند تا بچه داشت؟ هاشمی کیه؟ بابا اون که اهل کازرون بود. نمیشناسم. تو تعلیمات اجتماعی بود.